پس از سالهای زیاد مناسبت‌های دروش و پر اختلاف با حرکت طالبان که تقریباً 4 سال باز در افغانستان حاکمیت دارند، روسیه نهایت تصمیم قطعی خود را درباره این کشور مسلمانی قبول کرد. یک چند روز پیش وزارت کارهای خارجه افغانستان خبر داد که سفیر روسیه در کابل دیمیتری ژرنو رسما تصمیم حکومت فدراسیای روسیه را اعلام کرد. طبق این تصمیم روسیه حکومت امارت اسلامی افغانستان را رسما اعتراف میکند. Это решение принципиально принятое президентом Российской Федерации по предложению министра иностранных дел России. Оно демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном. نماینده مخصوصی پرزیدنت روسیه در امور افغانستان زمیر قبولوف گفت که روسیه رسما حکومت طالبان را یعنی امارت اسلامی افغانستان را اعتراف کرده است. همچنین روز چهارشنبه معاون وزیر کارهای خارجه روسیه اندری رودنکو نسخه رسمی اعتمادنامه سفیر نو افغانستان در روسیه گلحسن حسن را قبول کرد. در اظهارات وزارت کارهای خارجه روسیه گفته شد که اعتراف رسمی حکومت طالبان میتواند به پیشرفت و رشد همکاری‌های دوجانبه سودمند میان روسیه و افغانستان در ساحه‌های گوناگون از جمله اقتصاد، امنیت و تجارت کمک رساند. یادآور می‌شویم که از سال 2003 حرکت طالبان در رویخط سازمان‌های تروریستی در روسیه داخل شده بود، ولی روز 7 اپریل همین سال سود عالی فدراسیای روسیه قرار منع فعالیت طالبان را رسما بکار کرد. این معنای آن را دارد که طالبان دیگر در روسیه همچون تشکیلات تروریستی شناخته نمی‌شوند. Решение суда о приостановлении запрета деятельности движения «Талибан» подлежит немедленному исполнению.